حادثه‌ای که در مسکو رخ داد و حکومت رحمانوف حکومت روسیه بالای ما چیکار را کرد. هیچگاه رحمانوف هیچگاه اگر قضیه پروست باشه این تصمیم بگیره گشتن هر یک مهاجر به تاجیکستان یک دقیقه عمر رحمانوف کم میکنه. تاجیکستان یک مهاجر برمیگرده. تاجیکستان ما یک کشوری گومانیتری نیست. یک حکومت ما نداریم که در روزهای سخت برای مردم باشه، مردم شرایط نداره برای مردم شرایط بکنه و روزی که مردم سری کار میره خب انداز بس. ما کشور نداریم و امروز کار تا جای رسیده است که حکومت تاجیکستان در اخبارهاشون مردم رفتن به فدراسیون روسیه منع میکنه. این چی معنی داره؟ خیلی خطری بزرگ است. اینجا خیلی گپ‌های ناگفته است که باید گفته شود که چگونه یعنی اینو روسیه را یک کشوری خطرناک نشان داده ایستادن که خطرناک هست برای ما و شما. اما رحمانوف هیچگاهی تصمیم نمیگرفت که اینجا بازی های دو جانبه و سه جانبه در داخل سیاست ها رفته ایستاده است که ما و شما نمیدونیم. از این خبر نداریم که بین این حکومت ها چی گذشته ایستاده است. ببینید که چگونه گروه زیادی تاجیکا را که نیاز داره حکومت روسیه نیاز به قوای کاری داره. تاجیک نمیره در کرمل باید بشینه، تاجیک نمیره دیپلمات باشه، تاجیک نمیره نمیدونم راننده کدام وزیر و کبیر باشه، تاجیک میره دام میره، تاجیک میره مغازه میره، تاجیک میره یخ توزه میکنه، تاجیک میره نمیدونم پسترین کارها را میکنه. و امروز حکومت روسیه به همین تصمیم است که حتی همون را اجازه نمیده. برای چی؟ برای چی؟ ببینید مرحمت کنید این قراره. گرچه نوار خورد است دوستان معذرت میخوام بگذارش. بیننده های عزیز توجه نمایید. Министерство иностранных дел Республики Таджикистан рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок на территорию России на всех видах транспорта без острой необходимости. وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان به شهروندان جمهوری توصیه می‌دهد که از سفر به قلمرو روسیه توسط همه واسطه‌های نقلیات به ضرورت موقتا خودداری نمایند. خیلی گپ است. یعنی باید خیلی اطراف این رحمانوف فکر میکرد که این تصمیم میگرفت. خیلی زیاد که این بیانگری الکی در روسیه کشوری نبودنی امن است برای مردم تاجیک. در حالی که آمدن هر تاجیک و تاجیکستانی به تاجیکستان به عمر رحمانوف ضرر میرسونه، بعض اون سیستمی که ساخته شده ضرر میرسونه، تاثیر کلان میرسونه. برای چی یک تاجیک یک فامیل میخورونه. یک تاجیک منظرت میخوام خر بری کار میکنیم، یک پدر مادر شاید خواهری اپای بهشون داره، شاید برادری معیوب داره، یک فامیلی کلان میخوام. با 2.5 میلیون تاجیک در روسیه همه او مسئولیت داشت که 2-3 فامیل بخورونه. امروز حکومت تا جای میبیا که میگه مردم شما سفر نکنین. یعنی این پروست تک این گپ گفته نمیشوه. پروست رحمانوف خیلی شدری مردانه بگه شما نرین، من شما را صلاحیت میدم، من برای شما کار میدم. گو خورده این کار امکانیت نداره، قدرت نداره. ما دیده ایستاده رحمانوف در طول 32 سال یک قوه برق برای مردم داده نمیتونه. 2 میلیون ده. آیا 2 میلیون تاجیک در رحمانوف جای کاری داده میتونه؟ آیا ماهانه 2 میلیون در رحمانوف نفقه داده میتونه؟ آیا ماهانه رحمانوف در 2 میلیون گیجا او فامیل داره، بچه داره، زن داره، کودک داره، پدر داره، خصوص داره، خشنامند داره؟ آیا رحمانوف حکومت رحمانوف این قدرت این صلاحیت داره؟ یک بار مجموعه مسائل داخلی تاجیکستان نگاه بکنین. یک بار اورانی تاجیکستان در ردبندی نگاه بکنین که فقیرترین کشورها داخل میشود. در اورانی سومالی و در اورانی کشورهای پسترین افریقا قرار داریم. چگونه این تصمیم میگیره که مردم اخبار یگان فیک نیست در خبرهای تلویزیونی رسما اعلان میگه که مردم شما با فدراسیون روسیه سفر نکنین، هیچ کدام نقل پاییز هواپیما راه پیاده نکنین. برای چی؟ برای اینجا خطر زیاد صورت گرفته است. اینجا خطرهایی است که ما و شما این بازی ها را نمیدونیم. رحمانوف در اینجا چی بازی داره؟ حکومت روسیه در اینجا چی میخواد از این ملت؟ نامعلوم است، نامعلوم است. میفهمین که اینجا چی خطرهای صورت گرفته شده است. در داخل تاجیکستان ببین تانکایی که فی 201 دیویزی است. ولی من نوارش برای شما میمونم. ماشینایی که در داخل تاجیکستان است زیر کده یک کمری زیر کده رفته اصلا نگاه نمیکنه.
برای چی؟ ببینید قدرت. برای چی من میگم که نباید ارتشی بیگانه در داخل کشوری ما باشه. ما کشوری صاحب استقلال هستیم. این فروخته شده ها، این خوجه های خارجی داشته همش معتاد این حکومتن، نمیدونن چی کار بکنن، سراشون در سنگ زدن. امروز رسما اعلان میکنن وزارت کارهای خارجی در طول همین قدر سال شما یک اعتراضی حکومت رحمانوف دیدیم بر روسیه؟ آیا ما دیدیم که حکومت رحمانوف اعتراض بکنه در وزارت کارهای خارجی یا که در سفیر؟ دیدیم همین چیزا؟ نه ندیدیم. اما ببینید که امروز اینا گبزن شده ایستادن. این خطرهای زیاد بالای این ملت خفته است که رحمانوف با این پافشاریش با این که میخواه خودش مستقل نشان بده، اگر میلیون ها جان تاجیک دیگر در اوکراین در خطر میمونه. هزارها تاجیک که امروز در قلم فدراسیون روسیه طول سالها برای شناسنامه رفتن جان کندن، امروز علامت سوال از تقدیر او. یک گروه بزرگ شده دپورت میکنن و یک گروه بزرگ دیگه میبرن در اون جنگ کشته میشوه. دو هفته پیش که موبیلیزاسیون که پوتین امضا کرد چند صد هزار دیگه باید بروه. یگام اندری یوگن دیمیتری نمیروه، احمد طاهر ظاهر حسن حسین به صاحب ملت به صاحب میروه. اگر ما صاحب داشته باشیم گروه را بید تو هفته هاش در فرودگاه خواب است. اگر این ملت صاحب داشته باشه 92 میلیون سمالیاتی که نمیروه انگور و غولینگ ایتالیا ببره روزانه 15 10 5 3 تا یک رس داشت که برای تاجیک از اونجا گیره تاجیکستان بیاره. او سمالیات از حساب بودجه کشور برای خدمت این ملت باید میشد. برای شما بگن که یک حکومت فقیری بیچاره نیاز به 2 میلیارد سمالیات نداره. شما اگر اون قدر ملت دوست بودن او 92 میلیارد میگفتن که حکومت برای زحمت های شبانه روزی این ملت، این مهاجری بیچاره سرسخت که در فدراسیون روسیه طول 30 سال زحمت میکشه، حساب بودجه کشور یک هواپیمای مخصوص که هفته شاید یک بار با نرخ ارزان ترین فقط مصرفی همون کمپانی باشه. مشکل نیست که او باید درآمد به دست بیاره، مهم نیست که حتما او کمپانی میلیونر شوه، تمام مصرفاشا بیاره بوغالتر حساب بکن که یک هواپیما هنگام پرواز میخواد مصرف داره، چیپتای هواپیماش نرخ بکن به همون ارزان ترین نرخ بگو در خدمت مردم باید باشه. اما یا چی؟ آلوچه و قرطا و شکرها و سمبوسا میبرن میکشن ایتالیا و ریم و اسپانیا و پرتغال. ولی این ملت ها در فرودگاه مرحمت که مولی برای شما های فرودگاه میمانم. خب مرحمت وای اگر قصه ما عبرت تاریخ شود، این قصه متاسفانه در تاریخ ما یک ملت بی‌صاحب، بی‌ناموس، بی‌غیرت، بی‌عار ذکر می شود. برای چی باید ما میگم که ما باید مبارز باشیم، ما باید وطن دوست، ما پاتریوتیسم باید بیاموزیم که ما نباید یک ملتی مظلوم و بیچاره و بی‌عار باید ذکر شویم در جامعه جهانی. اینا مرحمت کنین، هفته ها در فرودگاه در زمین سرد خنک باید خواب بروه. اگر حکومت مردمی یک روز بسنده است که 3 تا رئیس سامانه را بگیره خطی، اگر نه ultimat بگذاره در فدراسیون روسیه 201 دیویزیا تا زمانی که اینمی تاجیکا ابرد نه به وطنشون برگردن باید خالی کنن این سرزمینه. زورین میتونه که بالا یک پدری بیچاره، یک خواهری بیچاره، یک مادری بیچاره برس دراز بکنین زباناتون خر بری فشار بیارین، نمیتونین. زورتون برای مردمی داخلی خودتون میرسه، زورتون برای بیچاره یک دلیر امام علی یک مظلوم میرسه، زورتون برای یک پیر محمد زاده میرسه، زورتون برای 4 تا جوانی مبارز میرسه، زورتون نمیرسه که فضای دیپلماتیتون رو پتکلچت بکنین این مردم رو بکشین ببرین. نمیرسه زورتون، برای که شما خزاین دارین، شما روسیایین، شما طول 32 سال مردم رو به دروغ به فتنه دولت داری کردین. امروز چهره اصلی شما رو برای مردم نشان دادن که شما ناتوان بودین، روتون سیاه کردین با او ساختکاریاتون، با او ساختکاری، با او دروغتون روتون سیاه کردین. امروز چه نکردن که مردم در کدام حالت قرار داشته؟ وضع خودتون در جامعه جهانی نشان دادین، در مردم تا نشان دادین چند قصدین. اینا میخواد یک نجسی بو گرفته بدین شما، یک خلطه پر از گو بدین، یک نجاست بدین شما، هیچی نبدین. مردم ببین
خب بگیرش. ایشا بین. این میلت چی گناه داره باید خیلی مظلوم باشه؟ این میلت چی اشتباه کرد باید خیلی مظلوم باشه؟ چرا اینجا کوکازی نیست؟ چرا اینجا ایتالیانسی نیست؟ چرا اینجا ازبکستانی نیست؟ چرا اینجا ارمیان نیست؟ چرا آذربایجان نیست؟ چرا ترک نیست؟ چرا بنگلادشی نیست؟ چرا افغان نیست؟ چرا باید تاجیک باشه؟ گناه این میلت چیه؟ همین گناه این میلت همین است که شما پدرانتان را طول 32 سال لبای گفتن، زناشون در پیشتون برآوردن رقصوندن، الان ما گناه داریم. ما یک ملت خوب کردیم در نزد شما. ما دستامون پیش بر کردیم، قوای برمون کشتن دستامون پیش بر، برادری برمون بردن کشتن دستامون پیش بر، مسجد، مکتب، مدرسه، معارف، دین، تیپ همه چیمون از ما گرفتن دستامون پیش بر. گفتیم لبای جناب عالی خوش آمدی، فلان تا بخریم. گفتیم جناب عالی خوش آمدی آن تا برا. انا این تقدیر این ملت، این همیه که بدبخته که بالای ملت آوردن. یکی از گناه های ما همین بود که دستامون پیش بر کردیم. در همه حالت رفت بدخشان کشت، سوخت و زرفشان و کلاب دستا پیش بر، این سگا را این پدر نلات را پیشواز گرفتیم. این حال این ملت. او کسی که از فرهنگ، از هستی، از دین، از ملت گپ بزنی، این حال این ملت. خدا هفته هاش این میلت در فرودگاه میمونه. ای مردم، همین بدبختی، همین روسیایی، همین مظلومیه که این روز قرار دارن در زمین خانقاهه برین به وطنتون، برین از زندگی آباد بسازین. زندگی تنها آب و نان و خانه نیست، کشته ما را دیدنی نادیدنی دیدارها. همین زندگی پدرانت نیست که فقط کون یوگن و دیمیتر تازه کنیم. بس از 32 سال، 35 سال، 40 سال ما از زمان 72 سال دیگر در زمان کمونیسم ما آمدیم کونی روسا تازه کردیم. بس پدرانت هزاری زن شبرو را بفروشه مردم نان آب بوده. یک فرزند، یک نورش با لامبورگینی، با بوگاتی، با بهترین قیمتترین ماشین ها در از گرانترین هتل ها میره و کیف میکنه، به بازی عروس بازی میکنه. بس است که ما دیگه بکشیم لجام ایسا گوره که فرزندی تو چی حق داره پدرانت در مرکز دوشنبه با 25-50 تا محافظ میگرده؟ تو چی خدمت کردی به این وطن باید محافظ داشته باشی؟ زنی تو چی حق داره که 15-20 تا محافظ دیگه از خفای زن و دختری تو میگرده؟ تو خودت کی به این ملت چی کار کردی؟ تو کی که پدرانت از دفتر پارلمان میبرای ماشین دولتی، محافظ دولتی، خانه دولتی داری؟ چه تصمیم برای این ملت گرفتی؟ ازار شد از سرش میکشی و پدرانت که جواب این ملت بوده. سحر از خواب بیدار میشی دستا در پشت سر تاجیک، در بازار میری عربکش تاجیک، فلان زن تجاوز کردن تاجیک، فلان کسا در داخل تاجیکستان زندان کردن باز حکومت، باز تاجیک. کودک 6 ساله در روسیه گم شده است، کشته شده، مردهش پیدا کردن، او هم تاجیک. اروپا میری اوش هم تاجیک، امریکا میری اوش هم تاجیک. چی گپ این تاجیک کی به این روز آورد؟ آخه عینی و فردوسی و بدل و خیام دروغ بود. نیوزلی ما بعد از 100 سالها یک رودکی و یک فردوسی و یک بدر و یک خیام نداشته باشیم؟ نه خب پدرانت همین مادری رحمان فقط همین رحمانوف زایده باشه. دیگه این ملت رحمانوف نداره بیا یک حکومت صاحبی بکنه. دیگر مادری ملت دیگر رستم و آزاده و تخمینه و طاهر و زاهر نمیزایه. وکیل دخترش، وزیر دخترش، دپوتات دخترش، اوش دخترش، ایش دخترش، ایش بچهش. اوش دیروز بار اعلان کردن فرزندی برادرش رفته است در حصار با پروکرور شده. مادر این ملت دیگر پروکرور، سود، MVD، KGB نمیزایه. ما را چی بالا زده است؟ با خدا وقتهای آخر وقتی میبینی حالت این ملت بر فکر فرو میاری که کتابی بابا جان غفور بین همین قدر از سر تا ما را همون تاریخ میبینی همه از بزرگی این ملت ذکر میشود. از رودکی سر کرده تا نمیدانم موقعی عینی فقط از هستی ملت گپ میزنن. یک
شاهنامه رودک فردوسی را میگیری قد کلای رحمان رو بری احمد فرهنگ مدنیت اخلاق بدل حافظ پند نصیحت حکمت ما را چی بلا زده است با 4 تا چوپان پایلوچ هزار کنده مونده ایم. این حالی تاجیک دیگه شما با تاجیک این تاجیک زن و مرد این ملت در غفلت در بدری در بیچارگی قرار داره. زن این ملت مادر این ملت خواهر این ملت جان بزرگاش جان مادرش زن پیامبرا را زاید زن این را زاید زن او را زاید ما را چی بلا زد امروز این زنها چرا نزایدن دیگر یک قهرمان. اینا بین وای الله آیا در مردانگی در غیرت در شجاعتی ما همین بود که زن تاجیک در زمین خواه باشه 4 تا روسی دیگه 10 تا پلیس دیگه او را تماشا کنن مسخره بکنن مذاق کنن. آیا در ناموسی ما در 50 سال پیش 20 سال پیش 30 سال پیش ما در نیست ما به عقل نیستم ما زمان میشنیدیم که ما میگفتیم یک تاجیک در ارمیا میرفت گرینی بود کنی او تاجیک گرینی تاجیک گبزن بود در روسیه میگن ما 2 تاجیک میرفتیم یک پالکا یک چاست دیوانه کنیم کنی او تاجیک ما را چی بلا زده است. سیاستی پلید هر جوان گبزن بود کلش گرفتن هر جوان زور بود قامتش شکستن هر کسی از حقیقت گپ میزد زندان کردن هر کسی آبروی عزت داشت 4 کس گوشش میکرد به خانه اودرش کردن مظلومش کردن بدنامش کردن زندانش کردن به هم خانه اودرش کردن به وطنش کردن. در او وطن کی ماند 4 تا روسیای آی معلمشم پدن شده دکترشم پدن شده میلیساشم یک سگ شده سود و پرکراجم یک به خدا است دپوتاتم یک پدر نلت دیگه است. فقط 4 تا احمقی به خدایی به آری به ناموس بودن صاحب وظیفه و عنوان کردن. مادری تاجیک مسخره در مردم مادری تاجیک زیر شتای پلیس روس و رحمانوف دوست و برادر ما پوتین. بگیرش بونش граница Сагарчини байни Россия байни бигем Казахстон ина Казахстон ина Россия ҳамиҷада таги 1000 та тоҷик ҷамъ шудага мо ай дина рӯз ай 22 число дар ҳамин граница Сагарчини байни Россия байни бигем Казахстон ина Казахстон ина Россия ҳамиҷада таги 1000 та тоҷик ҷамъ шудага 1000 та тоҷик тамоми миллатҳои мондоистанд тоҷикҳо намондоистанд ина номерои тоҷикӣ ина номерои тоҷикӣ ҳар як мошинда аз 5 одам то 10-11 одам микроавтобусҳо камтар борон борид мардум аз тори замин хестану дуруни мошинашонда ба ҷо шуданд ки борон тар нашаванд гуфта чангу хок беоб беягон чи мардум онҷо шиштагиянд ҳамиҷода 180 та мошина серият мошина миҷа 180 та мошина гета ҳол бо дуруни Қазоқстон бо тоҷико бисёр ҳастанд намондаистанд шуно дуромадан ин тарафо ҳар як мошинда кӯдако дар дуруни мошино шиштагӣ балки борон борид ташнаву гушна инак занако кади кӯдако хайр рӯшон нишон наметиҳем ина кӯдако ҳамаша миҷидан Сагарчина границаша мегӯянд ки барои чӣ шумо ма намемонем дуромадан мега ки
информация нест монда, система кор накард достай. Ман мегум ки барои система барои то ки тоҷикида кор накардистай. Это мега не твое дело мега. Ту кори худа куни мега шин мега ждат ки мега очиратта. Адина саати 8 саҳар сар карда то ҳозира 12 та мошин ҷавоб дан тамом. اینا مرحمت کنید. رازان گریخر آفست ایرابی این ماشینا را زده استن یکون که ما نکردیو که کمری رازان گریخر آفست ایرابی ای آجی صاحبش ماسته با خدا او را که من نامی خدا نام سیچکر اکو که پرات این که برو مدرف سیچکر از زد که بخته نقاقیم غزد معنیش کده ما نکده که با خدا بخیر دبولو نبرو مده که ایرا برنامه خدا ایرا بیا که ایرا کامل شدن که باید پاکر بده فرق اومده برنامه خدا ماست بده که ای خدا را هم تخول بیا که جان برنامه خدا را هم تخول داری این ماشینا دوست یکم دیویزیا اینا بینی و ایش ازاد یعنی اوکی این ماشین دیدین در اینجا این بای کمریا دیدین اینا خزاینای رحمانوف اینا خزاینای رحمانوف اینا روسو دوست یکم دیویزیا میگم گو میخره در تاجیکستان اینا حاصلش ثمرش در روسیه در فرودگاه ها پچکا تاجیک خوای یا در داخل تاجیکستان دیوات میکنن این ملت سببگارشی سیاست خطا راهبرای بی اراده بی فرهنگ فروخته شده چوپان برزگاوا اومدن راهبر شدن این سبب شد